سلام دوستای خوبم، وقتتون بخیر. به آکادمی تریداپ خوش اومدین. بیت کوین یه هدف قیمتی جدید به ما داده که خب در راستای تکمیل الگوهای قبلی بوده. موقعی که این ریزشی که این کندل اینجا داره اتفاق افتاده بود و داشت قیمت جمع میشد، فکر می‌کنم این حوالی بودیم، گفتم از اینجا میتونیم بریم بالا، اما اعتقادم اینه که احتمال ریزش همچنان بالاتره و امروز تونسته جواب ما رو بعد از چندین روز، شاید یک هفته بلا تکلیفی بده که الان مشخص کرده که مسیرش به کدوم سمت میخواد باشه. تا آخر ویدیو همراه باشین، هم وضعیت بیت کوین رو بررسی می‌کنیم، هم وضعیت اتریوم رو و اینکه الان میخواد چه اتفاقی توی بازار بیفته. دوستان، کندل قوی 11% که اینجا بست که از 91231 رفت تا 102500 خیلی کندل قوی بود و میتونست ادامه دار باشد، به شرطی که ما این بخشای از چارت رو نادیده میگرفتیم، ولی این اتفاق نیفتاد. یه نکته من راجع به این کندل توی بیت کوین بهتون بگم و بعد بریم سراغ هدف قیمتی ریزشیمون که این چند روزه دستمون داده. دوستان، وقتی که یه کندل برگشتی هست، اول اینکه ترجیحاً باید بدنش کوچیک باشه، ترجیحاً باید این دومی که این پایین میبینید 2 برابر بدنه باشه حداقل، که ما بگیم بله. و این کندل فقط از نظر جسته قوی بود و موارد دیگری نداشت. یه نکته مهمتر اینه که ما باید بتونیم بالای این تثبیت بدیم و کلوز بدیم و میبینید بعد از چندین روز هنوز این اتفاق داخل این وضعیت نیفتاده بود. این کندل حالا توی اتریوم خیلی شرایطش بهتر بود، ولی کلا واکنشی که نسبت به یه ذره ریزش بیت کوین این آلت کوین ها و اتریوم دادن خیلی قابل قبول بود و از این جهت نمیتونستم اون دوجیه رو حتی ببینم. با این وجود چون من خارج بازار هستم، پولو مخصوصا بیرون بردم، هم ریسک نگهداری تو صرافی‌ها رو نداشته باشم، همین که تنبلیم بشه برای اینکه بخوام درگیر احساسات بشم و کلا الان نقد هستم. خب اینجا دوستان باعث شد من اصلا ورود نکنم و اون کندل اتریومی هم نبینم. تو ادامه بهتون نشونش میدم که شرایط الان از چه قرار هست و الان راجع به کوین ها چه فکر میکنم. بریم تو تایم فریم 4 ساعته، من اینا رو بیارم و بهتون نشون بدم. دوستان، یه گوه داشتیم تو روزانه، هنوز من چون فیل نشده بهتون میگم، ببین داستان از چه قراره. یه گوه داشتیم تو روزانه که خب رو به بالاش شکسته بود، سقف بالاتر از این هم زد، نتونست کلوز بده و قیمت ریزشی شد و هنوز گوه هستش، گوه فیل نشده. منم فعلا کاری باش ندارم، فقط میخواستم بهتون بگم که دیدگاه‌های سعودی همچین دور از ذهن نیستن و این رشدی که اینجا داشت میتونست خوب ادامه پیدا کنه، هرچند که اصلا مشخص است که داره کجاها میره. الان تو تایم فریم 4 ساعته هستیم دوستان. اینجا یه دونه الگوی الماس میدیدیم با هدف کجا؟ با هدف 89474 که هنوز به این هدف نرسیدیم و حد ضرر گوهمون کجاست؟ 89256 که میبینید حدودی 200 خورده دلار با این حد ضرر اون هدف فاصله داره. زدنش هم کار سختی نیست و ما پایین تر از این فعلا هدف نداشتیم. یه حد ضرر گوه هم اینجا داشتیم، منتها تو این یک هفته خورده که پیش اومده بوده از این کندل به اینجا الان یه مثلث داریم، یه ضلع نزولی، 2 ضلع نزولی و ضلع نزولی سوم دوستان خیلی قوی داره میاد پایین. اینا کندل 4 ساعته هستن و خیلی شارپ داره میاد پایین و خوشحالم که تونستم اینجا کار مچش رو بگیرم و این ویدیو رو براتون پر کنم. هدف این مثلث نزولی که اینجا میبینید که احتمال خیلی زیاد به نتیجه میرسه کجاست؟ از همینجا که شکستش هم انجام داده میشه حدود 84147 و میبینید که گوه رو فیل میکنه و احتمالا ما پس فردا بخوایم با این خطوط خداحافظی بکنیم. پس 84147 برای ما الان یه هدف قیمتی هست. خب اینا مد نظرتون داشته باشید تا در مورد اهداف قیمتی من مثل همیشه صحبتی باهاتون دارم انجامش بدیم. اما ببینید دوستان، این چارتی که من الان میخوام بهتون نشون بدم چارت لوگاریتمی است. خب اگر قیمت زیر این مقدار گوه بیاد با توجه به این که این سقف‌ها تقریبا نزدیک به هم هستن، ما میتونیم بگیم که یه سقف دوقلو داریم و سقف دوقلومون تایید میشه و اگه سقف دوقلومون تایید بشه هم در حالت لوگاریتمی هم در حالت غیر لوگاریتمی، من 2 تا محدوده بهتون نشون میدم که ببینید که تا کجاها امکان هست قیمت بیاد پایین. فعلا همراه باشین با این اهدافی که اینجا بهتون میگم. دوستان این هدفی فکر میکنم دیگه شهید میشه، احتمال دارید مثلا چند ساعت روش فقط بخواید مکس کنین. نهایت اینجا اهداف قیمتی اینجوری هستن که خیلی اونجا شروع میکنن به خرید، خب یا به فروش. مثلا اینجا چون نزولیه میگیم خرید که روند بخواد یه نوسان مثبت خوبی بده، ولی
اینجای کار ما میتونیم، چون تو 50% سه کندل هفتگی هستیم، سه کندل بی‌نظیر هفتگی داشتیم و از اونجا بود که من گفتم دیگه موقع خروجه، اینجاها بودیم دوستان و دیگه میریم تو سیف سود. ما رو 50% این سه کندل عجیب و غریب میخوریم، 81 تا 85 هزار محدودش و یه محدوده حمایتی خیلی خوبی هم هست. منتها یه مشکلی که وجود داره اینه که بعد از 2 سال همچین کندل هایی رو ما دیدیم و تو کلیت تاریخچی بیت کوین همچین کندل هایی هم از نظر تعداد و اندازه حرکت بی‌نظیر بوده و احتمالی که ما اینجا حمایت نشیم به شدت زیاده و احتمال یه حرکت شارپ رو به پایین داریم و الزامی نیست که روی هدف این هم بخواید نوسان مثبتی بگیرید. اصلا من دیدگاه هم برای این ویدیوهایی نیست که نوسان گیری رو بخوام بگم، دیدگاه هم اینجا بیشتر برای ورود و خروج و سرمایه گذاریه که فکر میکنم خیلی از آدمایی که دنبال این ویدیو هستن دنبال سرمایه گذاری هستن، نه دنبال نوسان گیری. کسی که نوسان میگیره باید استراتژیش مکتوب باشه، باید خودش بدونه که میخواد چیکار بکنه، نهایت بیاد و ایده بگیره. خلاصه اینکه دوستان ممکن است روی این محدوده حمایت نشیم و الزامی نیست که ما اینجا بخوایم واکنشی داشته باشیم، اینو مد نظرتون داشته باشید. بریم سراغ اهداف سقف دوقلومون. توی چارت روزانه اینا براتون میکشم، اگه اجازه بدید اینا رو من پاک میکنم فعلا که نخواد اذیتم بکنه. توی چارت لوگاریتمی هستیم و یه هدف میخواد به ما بده، بیام اینو بکشیم و بعدش بریم سراغ چارت لوگاریتمی ببینیم اون به چه شکل میخواد انجام بده. یه باکس هم من بکشم، این باکس ببخشید یه باکسی هم ما اینجا میکشیم که مثلا بدونیم تفاوتش کجاست. چرا؟ چون سقف‌ها برابر نیستن و من دنبال محدوده خرید هستم، محدوده هدف هستم. میدونی دارم چی میگم؟ باید این شاید پیدا نباشه، مثلا بریم آبیش کنیم، آبی به نظرم بهتره. خب من اینو میارم چون سقف بزرگتر رو در نظر گرفته بودم، اینو میذارم که بخش انتهایی این و بله به من یه هدف قیمت میده تو چارت غیر لوگاریتمی 72779 تا 73640. اینجاها احتمالاً یه مکس داشته باشیم یا یه برگشت بخوایم داشته باشیم. میگم زیاد به این من اعتماد ندارم. خب چارت غیر لوگاریتمیش میکنیم و من میام اهداف غیر لوگاریتمیش هم براتون میکشم. بچه ممکن هست دیگه، یعنی اینجا قشنگ نگاه میکنیم میبینید که چقدر تفاوت داره و این کار من برای این انجام دادم که این تفاوت دیگه به چشم نیاد. دیگه از هر کدوم بازارساز خودش تصمیم میگیره میخواد برگردونه رو من نمیدونم، فقط اینا رو من میکشم که به عنوان ایده داشته باشم. اینا برمیگرده به ایده های داخل بازار که ما نمیدونیم، باید منتظر باشیم اون بخش از چارت رو چجوری میخوان رقم بزنن. میارم و دوباره میذارم بخش انتهایی این بخش و یه هدف دیگه به من میده. کامل بیارمش توی انتهایی این بخش. خب اینجا 68988 تا 70316. من هدف پایینیه رو بیشتر محتمل میدونم. چرا؟ چون دوستان سه کندلی که راجبش صحبت کردم داستان اینه وقتی اینطور حرکتش شکل میگیره معمولا ما باید بیایم و کف اینا رو ببینیم، مگر اینکه یه کندل بزرگتر از اینا، یه حرکت عجیبتر از اینا ببینیم یا خیلی بخواد روند ازشون دور بشه. و اینجا جای معقولتری هست برای من، هم از نظر حمایتی از اینجا قوی تره، اینجا 2 میلیون زیرش خالیه. کلا من نظرم روی محدود پایینیه هست، چون حمایت مقاومت های قوی تری من اینجا دارم میبینم، حمایت های قوی تری دارم تو این ناحیه میبینم، ناحیه‌ای که دوم براتون مشخص کردم. دیگه که دوستان با توجه به که اینا اینجوری رفتن بالا، شما تک تک حمایتی که این مسیر کشیده میشه رو بهش وزن کم بدید خواهشن و انتظار برگشت اینجا نداشته باشید. چرا؟ چون که بهتون توضیح دادم نهایت اینجا بخواد یه واکنشی نشون بده که اون واکنش هم باز مشخص نیست. ما دنبال سرمایه گذاری هستیم، ما نمیخوایم بیایم توی بازار که تو درگیر نوسان ها بشیم. خود منی که نوسان گیری انجام میدادم قدیم، الان چون نمیتونم دغدغه دارم و واقعا تمرکزم گذاشتم روی ویدیوهای یوتیوب که از این طریق بیاد بالا، با اون مادر نمیتونم زیاد تمرکز داشته باشم، زندگی منظمی داشته باشم. برای همین دوستان قدیم که انجام میدادم بله خب حد ضرر هم میذاشتم. چرا؟ چون مطمئن نیستیم دیگه. ولی وقتی صحبت سرمایه گذاری میشه شما باید زمان خوب وارد بازار بشین و به موقع از بازار خارج بشین، وگرنه هر چقدر به شما داده رو چند برابر پس میگیره یا کل پولتون رو میتونه ازتون بگیره. داستانش خیلی فرق داره. برای همین من پیش فرضم اینه که نوسانگیرا الان اینجا زیاد نیستن. نوسانگیرا احتمالاً اگه هم باشن برای ایده گرفتن و فهمیدن دیدگاه بقیه تو بازار هستن، نه برای نوسانگیری. خودشون میدونن چجوری نوسان بگیرن. این از این دوستان. و اینکه نوسانگیر، یه بار دیگه بگم، نوسانگیرا منظورم نوسانگیرهای تایم فریم پایینه، نه دی تریدرها. خب
به نظرم دی تریدر هم شبیه همون سرمایه گذار هستم. من خودم دی تریدرم و خودم سرمایه گذار میدونم. خب فعلا دی تریدرم. بگذاریم بریم سراغ اتریوم. اما قبلش وضعیت اتریوم BTC رو من یه توضیحی راجع بهش بدم که داشته باشیم. دوستان چارتش من لوگاریتمی میخوام بکنم. اینجا چیز زیادی نمیده، اهدافش رو زده و چیز خاصی بهم نمیده. خب چه نظرم میخوام شلوغه. اینجا یه چیزی شبیه سقف دو قلو ما میبینیم. سقف‌ها خیلی فاصله دارن ولی خب مهم نیست. من الکی اومدم از سقف کوچیک‌تری کشیدم با هدف مثلا 2050 الکی. خب دقیق نکشیدم. باز اگه من بخوام این سطح و این سطح و این سطح رو بزرگ در نظر بگیرم، یه سرشون از تاییدش هم داده میخوره مثلا 2.28. یعنی دیگه اگه رسید اونجاها دیگه بازار دوستان بازار دیگه پولی براتون نمونده. $1000 شاید شده باشه $1. اینو دارم بهتون میگم که یکم بترسین. ولی قسمت خوب ماجرا اینه که روندهای کاهشی دوستان داره شیبشون کم میشه. یعنی داریم مومنتوم صعودی میگیریم. همه اینا حد ضرر دارن که بهتون گفتم. خب و برای این ما توی این بازار حد ضرر میذاریم چون تو بلند مدت نمیدونیم میخواد چه اتفاقی بیفته. بعد بهتون بگم مومنتوم ریزش ها کمتر شده و این میتواند کف دو قلو بشه، تایید بشه، بره بالا. یه نکته دیگه که راجع به این قضیه بهتون بگم، جدا از این حمایتی که الان تو محدوده حمایتی هستیم، اینه که ببینید اینجا که شکل گرفته تا اینجا حدود 2 سال خورده دوستان طول کشیده. 2 ساله. و این روندی ریزی که دارید میبینید با یک کندل روزانه بی‌نظیر حل شده به نظرم. خب اینو میخوام که امیدواری هم بهت بدم که بدونید ما تو کل این روند نزولی که از این ناحیه داشتیم به این پایین بزرگترین کندل صعودی و روزانه‌مون رو داشتیم. حالا هفتگی هستیم میارم روزانه، تو هفتگی داشتیم بزرگتر. آخر ببینیدش ما کل این محدوده که دارید اینجا میبینید هیچ کندلی، من یه خط کشیدم اندازه این کندلی که دارم بهتون نشون میدم که هفته قبلم ایجاد شد سریعا جمعش کرد رفت بالا. ما هیچ کندلی اندازه این نداشتیم. کندل‌های پایان مسیر دوستان، کندل غول پیکر، کندل‌هایی هستن که معمولاً پایان یه مسیر طولانی رخ میدن و این اتفاق افتاده بود. خب منتها قیمت سریع جمع شد رفت بالا و تقریبا میشه بگیم به بالا نزدیک مثلا بالاییاش رو تونسته برسه و از اینجا اگه بخواد بریزه میتونه بریزه، میتونه هم بره بالا. بالا رفتن اتریوم BTC یعنی آلت کوین ها وضعیت بهتری نسبت به اتریوم دارن. به معنی آلت سیزن نیست به تنهایی، خود اتریوم باید روندش صعودی بشه که تو ادامه بهتون میگم. خلاصه اینکه ما هنوز یک کلوز هم بالای این کندل روزانه عجیب و غریبمون هم ندادیم و یک کمی نگران کننده هست. با این وجود با توجه به جمع شدن قیمت احتمال ادامه روند داخلش وجود داره که بخواد نزول رو ادامه بده. اهداف پایینتری هم داریم دیگه. تو چارت غیر لوگاریتمی هم یه هدف سقف دو قلو هم داشتیم مثلا پایینتر و دیگه فعلا نمیدونیم بخواد چی کار کنه. چارت بعد تصمیم بگیره. من امیدواریم این بود که حداقل یه شرایط بهتری آلت کوین ها داشته باشن. بریم سراغ اتریوم. دوستان کندل بیت کوین که ابتدای ویدیو بهتون گفتم رو امیدوارم خاطرتون باشه. بهتون گفتم که بدنه باید کوچیک‌تر باشه و اینجا میبینید دیگه توی کندل روزانه اتریوم ما تقریبا بدنه نداریم، همش دم شده و جای خوبی هم بودیم و یه مثلث دو تا فرم هفتگی بهتون بگم و چارت لوگاریتمی. بله این مثلث رو اگه این خط رو ادامه بدم تا اینجا و این زل رو اینجوری کنم، یه مثلث صعودی داشتیم، تاییدم داده بود، رسیده بود نزدیک به حد ضرر مثلث، در حد 12 تا 14 دلار فکر می‌کنم با حد ضرر فاصله داشت تا اینکه جمع کرد قیمت رو رفت بالا و این نکته مثبتی بود. هرچند تو هفتگی هنوز روند شارپ نزولیه، نکته مثبتی بود. ولی خب من گفته بودم که خیلی از معامله‌گرا از جمله خودم ترجیحمون اینه که تو بازاری این شکلی که میخوان اذیت بکنن بیایم و من اینو پاک کنم. توی ویدیو دیگه اینا رو کشیدم. نه من پاک کنم که چارتم ببخشید خیلی شلوغه. گفته بودم خیلی نمیان این مثلث رو به این شکل بکشن، میان و اینجوری میکشن و به نظر داره تایید میشه و بعد دو تا هدف قیمتی 1080 تا 529 بهتون گفته بودم برای این سقف دو قلوور، برای این مثلثی که بالاشو با خط سیاه کشیدم. مثلثا هم خیلی شارپ رو تایید شد، قیمت برگشت دوباره سر جاش بالای این خط بسته شد. گفته بودم یه تیک بیاد یعنی دیگه آلت کوین ها کارشون تمومه، ولی یه جای خوبی برگشت و اذیت کرد. با توجه به وضعیت اتریوم BTC که بهتون گفتم یه حالت 2 به 2 به ما داده، هرچند هنوز نتونستیم بالای این قیمت بیایم و تو اتریوم هم داشتیم دوجی های به این شکلی که اصلا بهشون توجه نشده. اینو مد نظرتون داشته باشین. تنها امیدواری من اینجا بود که رو 50% شادو
بخوایم یه حرکت مثبتی داشته باشیم رو به بالا، هنوز اتفاق نیفتاده و اگر بخواد اتریوم BTC هم منفی باشه، بخواد بیت کوین هم که داره میریزه، این ممکن است که دوستان صرفا یه فریب بازار باشه و بریزه، یا اینکه یه جایی خدا بخواد با یه کندل قوی سعودی بخواد بره بالا که اون موقع وقتی اون کندل بسته شد رو به بالا، احتمالا من بخوام یه مقدار پول وارد بازار بکنم، ولی خیلی زوده که بخواد اون اتفاق بیفته. برای من حد ضرر تمام این تحلیلایی که داشتیم سقف این کندلیه که اینجا الان براتون قیمتش رو میخونم، 4107.80. اگر اتریوم اینو رو به بالا شکست، من دیگه به قطع میگم که بله میخوایم بریم سمت 39000 و 25000، ولی اینجاها به نظرم بیشتر حالت نزولش تایید میخواد بشه تا این بحث قیمتی که خدمتتون عرض کردم. عذرخواهی میکنم راجع به سقف دوقلویی که بهتون گفته بودم، هدفش 1808 نیست، 1112 هست. یکم جابجا شده بود خطوطا، منتها زیاد مهم هم نیست چون که دیگه خود ریزش مهمه. و اینکه نکته دیگه نیست راجع به این قضیه و من یه بار دیگه خلاصه میکنم صحبتامو. نظرم راجع به اتریوم، بیت کوین و تمامی آلت کوین ها فوق العاده ریزشیه. نظرم اینه که بازاری بوده که گفتن دولت‌ها توش دست نداشتن، که دروغه، همه میدونیم دروغه. بازاری بوده که میگفتن نمیدونم کسی پشتش نیست و عجیب و غریب و مردم آوردنش بالا و این جوای انقلابی عجیب و غریبی که میبینید همیشه اتفاق میفته برای اینکه مردم رو یه سمت بکشونن، مردم خوشحال باشن، ما داریم قیمت رو میبریم بالا. دوستان هیچ چیزی زیر دست این آمریکا در نمیره. الان همیشه الکی میاد موضع میگیره راجع به این قضیه، نه مردم بردن بالا، خرید و فروش مردم رفته بالا، اینا دیگه حرف خودش بزرگش کرده، خودشون هر وقت بخواد میخواد میزنه در زمین یه تکنولوژی دیگه باب میکنه. گفتن هک نمیشه، الان میگن کامپیوترهای کوانتومی به محضی که بیان میتونن هکش کنن، چه بسا اگه هک شده باشه اصلا سراغش ما نمیدونیم. ولی نکات مشکوکی که میخوام بهتون بگم اینه که خیلی از اصلا اتریوم که دوم جدوله، حداقل الان که بیت کوین تا اینجا رسیده باید سقف قبلیشو میشکست، نشکسته. و خیلی از آلت کوین ها هم همین، به جز یه چند تاش مثل سول و ریپل و اینا که سقف زدن، من زیاد میبینم آلت کوین هایی که هنوز به سقف قبلی نرسیدن. و این یه هشداره، وقتی کلیت مارکتت اینجوری داره نشون میده، این یه هشداره برای اینکه شاید این سودایی که داشتیم میدیدیم بخواد یه جا بازی کریپتو تموم بشه و مردمی که با خیال راحت اومدن سمت سرمایه گذاری نگرانی رو به دام بندازه. و ماهیت بازار هم اینه که دیگه یه عده رو به دام میندازه همیشه دیگه. شما خودتون حواستون به بازار باشه. هر وقت احساس کردید که خوش به حالتون تو این بازار، هر وقت احساس کردید که دیگه میرم خونه رو میخرم، دیگه خوشبخت شدم، دیگه همه چیز گل و بلبله، دوستان همون موقع قرار ضرر کنید، لطفا پولتون رو بکشید بیرون. اینو تجربه چند ساله منه که هر وقت احساس کردم همه چی تو بازار خوبه، میرم میشینم ببینم الان چیا بده، خلافشو بگم. چرا؟ چون اون بازارساز بلد احساسات ما رو بیشتر از خودمون ما رو میشناسه و این احساسات رو در ما به وجود میاره، خب که یه جایی پدر ما در بیاره. در نتیجه وقتی بهتون میگم که این احساسات رو جدی بگیرید، به خاطر این یکی از احساساتیه که من ریز به ریز مو به موشو حفظ کردم. هر وقت احساس کنم تو بازار خیلی خوش به حالمه، میزنم بیرون. و اینجا بس احساس نبوده برای من، اینجا برای من این بوده که من نسبت به همه چیز این دید تحلیلی و بدبینی تحلیلی رو دارم، چون نمیخوام به دامشون بیفتم و فکر میکنم تا الان ضرر نکردم که اونجا نقد شدم. خیلی خیلی سهام ریخته پایین و خیلی از سهامایی که من داشتم مثلا پودر شدن، مثلا گالا، مثلا چند تا از این ترندی های مال چی بود، تلگرام بود چی بود، خریده بودم، دلم خوش بود که بله اینا احتمالاً میخوان تو این سال ترند بشن. آل سیزن نیومد، اونا هم پوش شدن، بخواد یکسان شدن، مهمم نبود، من تو سقف فروختم. به هر حال خوشحالم که تا اینجا همراهم بودید. یه دنیا ازتون ممنونم. تا آخر ویدیو دوستان لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. کانال نوپای خیلی به اجازه نیاز داره. یه دنیا ممنونتونم. روزتون خوش، موفق.